مخلصه فوتبال افیر من برای چی کردم؟ تنها برای اینکه شما فهمید که امروز ما در بازی بودیم برای شما نوار کرده ایستادیم، چون در بازی گذشته افیر ما خیلی صفتش خیلی در سطح پست بود، دیده هم نمیشد. اما از بس که مخلصا بسیار سر و صدا کردن که همین استاد ما تماشا میکنیم، اما خاطر گذاشتگی بودم. اما امروز باشد من تنها نوار کرده بعدا برای شما پیشنهاد میکنم، اگر خواهید تماشا میکنید و نخواهید هیچ چیز نه، مخفف هم نه که شما ما را تماشا میکنید، چون که نواری شروع میکنم که شما دوستو از این نوار بهره ورشه این دسته مسجو ولو بوترین چی مسیحت های دوران ام جی بوتر نیستم فرموی سر نمیتیم چون صفت خیلی پس در حالتی صفت نواری ما گم میشود. به همون خاطر من بهترش برای شما نوار رو کرده پرش رو در یوتیوب کانال خود میگذارم. شما نیست از رفتی بازی یا که از حسای بازی خبردار میشه. تا حالا حسای بازی 3-3 است، حساب مساوی است بین این دو دسته. همون اینفرماسیون اساسیش رو برای شما گفته میگذارم. گل ها رو اورال زد، دلشاد و سیمنگی گل زد. نکو رقم چند بود؟ رسیه خبر علی سلام علیکم، یکترینبورگ سلام، دلین زویره یکترینبورگ به سلام میگویم. اسلام سنگینزاده چی بازی در بین دستای دوشنبه جوانه دوشنبه با زبورنی مسشو با این سر فرمای زرد و سیاه دسته دوشنبه هست. کدوم جوانه هستن؟ حبیب نورمگمد سلام علیکم. و علیکم سلام. مسشو مون تماشا کنیم دوستان نمیشه، چون صفت نوار خیلی پست از دوستو. و همون خاطر بهتره من برای شما نوار میگیرم اگر چی خفه هم شده شما، چون بسیاری ها از ما درخواست کردین چه دیگر کسا برامده که برای افیر سرته، چون افیر به صفت است. و همین خاطر خداحافظی میکنم با شما. خدا خواهد بعد از بازی هر دو تایمی بازی ها رو پای هم برای شما میگذارم، تا اینکه شما نیز از بازی به بهره نمونید از تماشای بازی. بازی در میدان ورزشی مسجو است. راحت کنه فوتوی از من غنیمه ماشینم گرم نمیشه از ویدیو کاری یکم تایم تمام شدگی است. شهرزاد حمید و حساب 3-3 در اول بازی شنبه پیروز نموده ایستادگی خیلی مخلصا
غمگین بودن چون دیده بودن که در کمند پرتغال دسته رفتار مغلوب شدند. لیکن مرور زمان برابر کردند 3-3. خدا نگهدار دوستان. Hey,